من یکی از آدمای موفق طبقه متوسط هند هستم. اقتصاد پررونق اینجا برخی از ثروتمندترین میلیاردرهای جهان را خلق کرده. اما سمت تاریکی هم وجود داره. ما همچنین بیشترین تعداد بچه‌هایی رو داریم که مجبور به کار هستن. من هم مثل خیلی از هندی‌ها با دیدن بچه‌هایی که کار می‌کنن بزرگ شدم. وقتی هر روز این رو می‌بینی نسبت به این منظره بی‌تفاوت میشی. دیگر با فرهنگ و جامعه‌مان عجین شده. اما وقتی مصیبت هولناکی برای ما اتفاق افتاد، همه چیز برایم تغییر کرد. سسیلیا، زنی که تقریباً بخشی از خانواده‌مان بود و به عنوان آشپز و نظافتچی برایمان کار می‌کرد، ناگهان فهمید که دختر 14 سالش قاچاق شده و او را به عنوان برده خانگی در دهلی نو فروختند. حتی بدتر از این، دخترش خودکشی کرد. مرگ وحشتناکش چشمام رو باز کرد. چطور میشه در بزرگترین دموکراسی جهان میلیون‌ها کودک به این راحتی مورد بهره کشی و سوء استفاده قرار بگیرن؟ من از اینجا ایستگاه قطار راکساول در بیهار، شمال شرقی هند، شروع می‌کنم. ناشناسی خبر داده که تبهکاران میخوان تعدادی بچه 12-13 ساله را قاچاق کنن. هر ساله هزاران کودک از دوردست‌ترین قسمت‌های کشور با راه آهن هند قاچاق میشوند. قربانیان اغلب در میان شمار بسیار زیاد انسان‌ها مورد توجه قرار نمیگیرند. امروزه فعالان ضد بردهداری در سازمانی به نام پریاس در تلاش هستند با کمک پلیس بعضی از این بچه‌ها را نجات بدهند. در 4-5 ماه گذشته بیشتر از 100 کودک را نجات دادیم. این بچه با شماست؟ بله. بچه خودتونه؟ بله. از بچه اسم پدرش رو بپرس. اگه واقعا پدرشون باشه اسمشو بلده. قاچاقچی‌ها حالا از مدارک شناسایی تقلبی استفاده می‌کنند. کاملا از ظاهر بچه‌ها مشخصه که نابالغ هستن. اما طبق مدارک شناساییشون 18 سالشونه. بله، پسرای من هستن. اسم من امام انصاری، اسم اینا هم مراد انصاری و جواد انصاری. یعنی تو 18 سالته و بهت کارت شناسایی اشتباه دادن که نوشته 12 سالته؟ یعنی کارت شناسایی اشتباه گرفتی که نوشته 6 سال کوچیک‌تری؟ کی شما رو داره میبره شهر؟ هر دوشون بار اوله که میرن شهر. کارت شناساییشون دست اونه، میتونی نگاه کنی. نشونم بده. همشون رو به جای هم ببرید. بقیه واگن‌های قطار رو هم نگاه کن. پسرا اینجا بشینید. بعضی از نوجوانایی که قبلا نجات پیدا کردن حاضرن تجاربشون رو با ما در میون بذارن. از 4 صبح تا 12 ظهر کار میکردیم. بعدش استراحت میکردیم و ساعت 3 بعد از ظهر میرفتیم توی مغازه کار کنیم. 11 شب برمیگشتیم. بعد غذا درست میکردیم و میخوابیدیم. و این برنامه هر روز ما بود. هیچ وقتی برای خودمون نداشتیم. پدرم مرده، برای همین اومده ازم خواست براش کار کنم. کی؟ قاچاقچی. میخواست براش کار کنم. منم قبول کردم. مادرم ازم خواست نرم، اما قاچاقچی ازم خواست که فرار کنم. به هم قول داد هر ماه $44 بده، اما فقط $30 میگرفتم. از 1 بعد از ظهر تا 5 صبح کار میکردیم. بعدش تا 1 میخوابیدیم و دوباره شروع به کار میکردیم. ما رو خیلی کتک میزدن. اگه وقت کار خوابمون میبرد، مژه هامون رو میکندن. همیشه یه تیکه لوله همراش بود که اگه اتفاقی میافتاد با اون شروع میکرد به کتک زدن ما. چه نوع آدمایی بچه‌ها رو به شهر قاچاق میکنن؟ پلیس به من اجازه داد با یکی از این قاچاقچی‌ها که در جریان حمله امروز به قطار دستگیر شد حرف بزنم.
این بچه‌ها اهل کجا هستن و کجا میبریشون؟ همشون اهل روستای خودم هستن. میبرمشون به شهر سورات. مشخصه که همه این بچه‌ها زیر 18 سالن. اون پسره که پشت سرته نباید بیشتر از 13-14 سال داشته باشه. مدرک داره واسه تاریخ تولدش. این بچه‌ها تو سورات کجا کار میکنن؟ تو کارخونه ها. برای آوردن این بچه‌ها کارمزد میگیری؟ چرا باید بهم کارمزد بدن؟ قبلا چند بار بچه به سورات بردی؟ هیچ وقت بچه زیر سن قانونی رو نبردم. اما 3-4 باری رفتم. شک دارم یکی از این بچه‌ها بداند وقتی آنها را به شهر ببرند با چه آینده تاریکی روبرو خواهند شد. بعضی از قاچاقچی‌ها به شدت احساس گناه می‌کنند و بعضی‌هایشان حتی تغییر رویه می‌دهند. ساموئل قبل از اینکه مسیر زندگیش را تغییر دهد قاچاقچی بود. او مرا به خانه‌اش دعوت کرد. وقتی کارخونه چای بسته شد بچه هم درس میخوندن. مجبور بودم برم دهلی دنبال کار. اون موقع بود که شروع کردم به قاچاق بچه ها. یه نفر از آدمای روستام گفت که میتونیم پسرا و دخترا رو ببریم به شهر. برای هر دختر به همون $90 پول میدادن. خب منم قبول کردم. من بی سوادم. دلم میخواست بچه هام درس بخونن. ولی هیچ پولی نداشتم. بعداً متوجه حماقت خودم شدم. ساموئل وقتی تغییر عقیده داد که با فعالان جنبش نجات کودکی آشنا شد، سازمانی که کودکان قاچاق شده را نجات می‌دهد. کایلاش ساتیارتی، پایه‌گذار جنبش نجات کودکی، یکی از مطلع‌ترین افراد درباره بردهداری کودکان در هند است. در هند هر ساعت 8 کودک قاچاق میشه. از این تعداد 5 کودک هرگز پیدا نمیشه. بچه‌هایی که میبینین در ایستگاه‌های قطار گدایی میکنن، بچه‌هایی که در خونه‌ها مثل برده کار میکنن، کی میدونه این بچه‌ها از کدوم بخش هند قاچاق شدن؟ کارگزارا این بچه‌ها رو به قیمت 80 تا $90 فروختن. این دیگه چه جور جامعه‌ایه که توش دخترها به $150 فروخته میشن در حالی که قیمت یک بوفالو $3000. اگه نسبت به چنین جامعه‌ای احساس خشم نمی‌کنی پس انسان نیستی. کایلاش ساتیارتی تمام عمر خود را صرف نجات بچه‌ها از بردهداری کرده است. او در سال 2014 برای فعالیت‌هایش جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. سازمان او در 3 دهه گذشته نزدیک به 100,000 کودک را نجات داده و کاری کرد که صدها قاچاقچی تغییر رویه دهند. رابطه 3 جانبه بین فقر، کار کودک و بیسوادی وجود داره. و هر کدوم از اینها نوعی رابطه مرغ و تخم مرغ رو تشکیل میدن. هر کدوم از اونها سبب و پیامد دیگری هستن. اگه اجازه بدین کار کودک اتفاق بیفته، اجازه میدیم بیسوادی همه گیر بشه و فقر دائمی بشه. کار کودکان بزرگترین مانع برای دستیابی به آموزش همگانیه. کودکان نمیتونن تحصیل کنن مگر اینکه از کار رها بشن، به خصوص کار اجباری. اگه توی معادن، توی کارخونه ها، خونه یا جاهای دیگه کار کنن، نمیتونن برن مدرسه و اگه تحصیل نکنن، نمیتونن توی دنیای جهانی شده ما سهم برابر داشته باشن. سازمان کایلاش هر روز در سرتاسر هند چندین عملیات نجات کودک اجرا میکنه. اینا بچه‌های کیان؟ این برادر کوچیکمه. بیا بیرون. اونطوری نه. نه، اونطوری نه. هدفشان این است که بچه‌ها را در روستاهایشان به مدرسه برگردانند. این بچه‌ها اهل ایالت بیهارن. همه ما نهایت سعیمون رو میکنیم که بچه‌هایی مثل تو پیش پدر و مادرشون بمونن و برن مدرسه. اون موقع دیگه هیچ کس برده دیگری نمیشه. متوجه شدی؟ خب حالا دوست داری درس بخونی یا برده باشی؟ خب چی میگی؟ درس بخونم. آفرین، خوبه.
وقتی برگردی روستا درس میخونی؟ بله. باید درس بخونی. عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی، عدالت اقتصادی، همه مبتنی بر دانشه. دانش کلید همه چیزه. و استخدام کودکان مهمترین دلیل قاچاقه. چون تقاضا برای نیروی کار ارزون خیلی بالاست و اگه مهارش نکنی، اگه اونا رو نترسونی، نه تنها قاچاقچی‌ها، بلکه مشتری‌ها و مصرف کننده‌ها و خانواده‌های طبقه متوسط، ما باید در تمام سطوح این قضیه تلاش کنیم. بنابراین کار ما ترکیبی است از چندین استراتژی و چالش. صدها پدر و مادر به هنگام گم شدن یا قاچاق فرزندانشان برای درخواست کمک به سازمان کایلاش مراجعه می‌کنند. گروه کایلاش اطلاعاتی دریافت کرده‌اند که دختر یکی از این والدین در خانه‌ای در دهلی کار می‌کنه. تقصیر ما تو این قضیه چیه؟ معلومه که تقصیر شماست. این یه واقعیت خیلی ساده است. شما یه بچه نابالغ رو مجبور کردین تو خونتون کار کنه. نمیفهمین چی میگم؟ استخدام کودک زیر 18 سال غیر قانونیه. بهمون گفتم بالای 18 ساله. باید میفهمیدین که حرفشون درسته یا نه. چقدر بهش پول دادین؟ $38. پول رو به کارگزارش دادین؟ هنوز نه. گفت بعد از 3 ماه میاد پولو میگیره. ولی این مشکل ما نیست. پس از یورش پلیس دخترک نزد خانواده اش برگشت. فقط 2 بار باهاش حرف زدم. فقط 2 بار تونستی با بابات حرف بزنی؟ بله. اجازه بیشتر از 1 ساله که گم شده بود، ولی فقط 2 بار صداشو شنیدم. پولی بهت دادن؟ نه. تا حالا همچین آدمای سنگدلی ندیده بودم. کی کتکت میزد؟ هم خود زنه، هم عروسش. بهش میگفتم خواهر، منم انسانم، یه دختر کوچیکم، حداقل یه ذره عشق و محبت بهم نشون بدی. اون وقت میگفت دارم باهاش جر و بحث میکنم. دختران نابالغی مثل اون در هزاران خانه طبقه متوسط در شهرهای بزرگ هند کار میکنن. بسیاری از آدمهای طبقه متوسط، کسانی مثل خودم، برای استخدام این دخترها برای مراقبت از خانه و فرزندانمون درنگ نمی کنیم. این تقاضای ما برای کار خانگی ارزانه که باعث افزایش بردهداری کودکان در هند و درد و رنج فراوان در میان والدین میشه. قاچاق دختران جنبه سیاه‌تری هم دارد. تجارت جنسی. برای همین به ناحیه 24 پارگاناس در بنگال غربی اومدم. اینجا یکی از اصلی ترین مناطق هنده که از اون دختران جوان رو برای برده شدن در صنعت سکس قاچاق میکنند. ریشی از اعضای سازمانیه که بیش از 10 دهه است در این منطقه علیه قاچاقچی‌ها می‌جنگه. دخترای منطقه زیبان. قاچاقچی‌ها این دخترها رو شناسایی میکنن. خانواده‌هاشون رو گول میزنن و اونا رو با رویای داشتن یه زندگی خوب وسوسه میکنن. دختر از اینجا بر میدارن، میرسن به بندر دایموند. یه شب اونجا میمونن. ازشون سوء استفاده میکنن، بعد میبرنش ایستگاه هورا تو کلکته و سوار قطارشون میکنن و میبرنشون به سمت دلی یا مومبای. باز کن، نترس. هیچ کس چیزی بهت نمیگه. باز کن، بهت میگم باز کن. اوایل همان هفته سازمان ریشی به روسپیخانه‌ای در دهلی حمله کرد و تعدادی از دخترانی که از بنگال قاچاق شده بودند را نجات داد. همه دخترها سریع بیاین بیرون. بیاین بیرون. یکی یکی. برید اونجا. همه‌تون برین اونجا. چراغو برو بده. یکی دیگه هم هست. عجب. یا دخترها رو برای روسپیگری میفروشن یا برای ازدواج قلابی یا برای کمک تو کار خونه در اختیار خانواده ها قرار میدن. اما 60-70% دخترایی که برای روسپیگری فروخته میشن از این بخش منطقه هستن. دخترای این بخش منطقه رو میتونین تو آگرا، مومبای، دلی و میرات پیدا کنید. اینجا محله عیاشی شهره. از هر 10 دختری که نجات پیدا میکنن 7 تاشون اهل بنگالن. یکی از دخترانی که اخیراً از بردگی جنسی نجات پیدا کرده حاضر به من بگه چه اتفاقاتی برایش افتاده. اون الان گرفتار ویروس HIV. داشتم تو محوطه بندر قدم می‌زدم. یه مرد چیزی رو داد بو کنم. قش کردم. اسمش بابا بود. وقتی دوباره به هوش اومدم تو دهلی بودم. میشناختیش؟ نه.
منو به اسلام فروخت که یه مشتری رو صدا زد و بهم گفت مشغول کار بشم. بهش گفتم نمیخوام از این کارا بکنم. اسلام جلوی مشتری منو بدجوری کتک زد. بعد مشتری بهم تجاوز کرد و رفت. اسلام منو جاهای مختلفی برد. مانالی، هاریانا، پنجاب، میروت، منگلور. بارها سعی کردم فرار کنم، اما به پاهام ضربه میزد. هر 2 تا پام کبود شد. بدنم عفونت کرد. باید پامو جراحی میکردم. 1 هفته بعد از جراحی اسلام اومد منو ببینه. اون موقع بود که تونستن دستگیرش کنن. میخوای به چه شکل مجازات بشه؟ به خاطر همه کارهایی که اون کرده باید دارش بزنن. بهشون التماس کردم، به پاشون افتادم و گریه کردم. بعدش بهم تجاوز کردن. 2 تاشون. بعد از شکنجه حتی نمیتونستم بلند شم. نمیتونستم راه برم، نمیتونستم چیزی بخورم. نمیتونستم دستشویی برم. خیلی دردناک بود. بدجوری شکنجم کردن. میخوام مجازات بشن. نمیخوام هیچ دختری مثل من زج بکشه و گریه کنه. مشکلی اساسی درباره نحوه نگاه به دختران در هند وجود داره. با خیلی از دختران مثل دارایی رفتار میشه، چیزی در حد ملک. برای مثال تعداد زیادی از دخترها در هند به عنوان کودک همسر فروخته میشن، در واقع برده‌های کودک. امروز قرار سازمان کایلاش در پالوال، هاریانا به منزل خانواده‌ای حمله کنه که عروس خردسالی رو از آسام خریداری کردند. اگه بخواین میتونین فیلم برداری کنیم. همه چیز رو روشن میکنم. من مشکلی ندارم. به زور اینجا هستی؟ برخلاف میل خودت اینجا نگهت داشتم؟ چرا راستشو بگو، اینجا؟ حرف بزن. راستشو بگو، نترس. که نیاین. میترسه حرف بزنه. همه چیز رو خودش میگه. دختر جون اصلا نترس. ببریمش کلانتری و حرفشو ثبت کنیم. بریم. جایرام، یه پرونده جدید داریم. چی هست؟ دختری رو از آسام آوردن و اینجا ازدواج کرده و حالا مشکلی پیش اومده. باشه. پروندهشو تو دنبال کن. دختره صغیره؟ بله. آره؟ بله. این آقا میگه که اون دختر 17 سال و 2 ماهشه. از پلیس آسام کسی اومده؟ نه، اونا از جنبش نجات کودکی هستن. دیوان عالی کشور درباره نجات دختران زیر سن قانونی دستورالعملی منتشر کرده. دختر باید به کمیته بهزیستی کودکان معرفی و بعد مشاوره بشه. نیست. فرقی نمیکنه. مسلمونه. اصلا فرقی نمیکنه. آره، اما دختره هندو نیست. مسلمونه. نه. قوانین دیگه‌ای دربارش طبق میکنه. مسلمونا میتونن از 13 سالگی ازدواج کنن. چطور میتونین اصلا همچین فکری بکنین؟ اگه نظر پلیس این باشه پس باید پیش کی بریم؟ این کار غیر قانونیه. اگه در حالی که زیر سن قانونی بوده به اجبار ازدواج کرده، این کار خلاف قانونه. بلند شو دختر، بلند شو بریم. پس باید ازش معاینه پزشکی بکنیم. نه. میتونم بهت ثابت کنم که اینجا هم اشتباه میکنی. قانون مشخصا میگه که اگه بشه گواهی مدرسه رو به عنوان مدرک اثبات سن استفاده کرد، دیگه معاینه پزشکی صورت نمیگیره. دیدن طرز برخورد واقعی پلیس آدم رو خیلی ناامید میکنه. پلیس اغلب اولین نقطه تماس برای قربانیه. اما اکثر اوقات اونا بخشی از مشکل میشن. این چیزیه که وکیل دیوان عالی کشور کارین گونزالوس غالباً باهاش روبرو شده.
وقتی دختر 11 ساله داشته از گرسنگی می‌مرده چون خانواده‌اش غذایی برای خوردن نداشت، نامه‌ای به دولت نوشت و گفت لطفاً گندم یارانه‌ای به من بدید که حق منه. دولت درخواستش رو رد کرد. دختر روزهای زیادی آب شور با یک کمی برگ چای نوشید و در نهایت ضعیف شد و مرد. این پرونده توسط دیوان عالی رسیدگی میشه. ما میخواهیم مسئولان مجازات بشن. میخواهیم غرامت بالایی به خانواده ها پرداخت بشه. از بین تمام پرونده های موجود که باید توسط دادگاه بررسی بشن، در واقع فقط 0.01% به دادگاه میرن. پس میتونیم با اطمینان بگیم این کودکان فقیر، متعلق به قبایل، زمین خورده ها یا دالیت ها و دیگر جوامع دچار بیکاری هستند. با اطمینان میشه گفت که این آدم ها بچه ها رو از روستاهاشون دستچین میکنن، بهشون قول کار میدن، میبرنشون و از خانواده هاشون جدا میکنن. پس مشکل ما به هیچ وجه قانون نیست. مشکل اجرای قانونه و اجرای قانون در زمینه قاچاق کودک تقریباً صفره. حقیقت اینه که پلیس از قاچاقچی‌ها پول میگیره. قربانی‌ها دلشون نمیخواد برن دادگاه. قبل از اینکه بیان و شواهدی ارائه کنن، خود پلیس اونا رو تهدید میکنه. من در چاتیسگر هستم، مرکز شرق هند، برای شنیدن حرفای مردی که دخترش رو دزدیدند و از پلیس برای پیدا کردنش کمک خواسته. رفتم به اداره پلیس. معاون پلیس شروع کرد به من فحاشی کرد. مأمور ازمون خواست برای صبحونه به گوشت گوسفند و مرغ مهمونش کنیم. منم از دستوراتشون پیروی کردم و حتی باک ماشینشون رو پر بنزین کردم. منو بردم پیش مأمور مسئول. اونم ازم خواست روز بعد $30 براش ببرم. بهش گفتم یکم بهم وقت بده. من فقیرم، سعی میکنم امشب پول رو جور کنم. توف بروشون. با اینکه از مقامات دولتی هستن ولی بازم از این کارا میکنن. شرم‌آوره. من آدم فقیری هستم. دولت باید از قوانین پیروی کنه. عدالت باید برقرار بشه. اونو انداختن پشت میله‌های زندان. ولی الان با وثیقه اومده بیرون. این عدالته؟ من آخه چی کار باید بکنم؟ افرادی که در قدرت هستند و افرادی که قرار جلوی قاچاق رو بگیرن، خودشون از این قاچاق سود میبرن. وقتی پلیس مشارکت میکنه و به قاچاقچی‌ها، صاحبان روسپیخانه‌ها و پااندازها مسئولیت میده، چطور انتظار داری که این قاچاقچی‌ها اصلا تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن؟ پس اگه ماموران پلیس خودشون در قاچاق دخالت دارن، کی قراره تو این کشور جلوی قاچاق رو بگیره؟ وقتی مخفیانه از داخل یک کلانتری فیلم برداری می‌کردم، حرفای کالین گونزالوس به نظرم درست اومد. 99% پرونده‌های قاچاق قلابیه. فقط 1%شون واقعیه. امکانش هست که دختر از خونه والدینش فرار کرده، چون فکر میکنه دوست پسرش بهتر ازش مواظبت میکنه. دختر فکر میکنه گشنگی کشیدن تو خونه فایده نداره. بهتره که با معشوقش بره. به نظرم بین 5 تا 10 سال گذشته هیچ کدوم از دخترای قاچاق شده از مرز ایالتی برنگشتن. این منم. برادرم، دخترم و شوهرم. از زمانی که رفته حدود 9 تا 10 سال میگذره. باهاش صحبت کردین؟ نه، تو این همه سال باهاش صحبت نکردم. اصلاً. چرا دخترت نرفت سراغ پلیس؟ برای اینکه قاچاقچیه باهاش فامیله. شوهر دختر بزرگه است؟ بله. دختره رو اون برد دهلی. اون دخترم رو برده دهلی. میخوام شکایت کنم. ولی پولی نداریم. فقیر و بدبختیم. برای ثبت شکایت پول لازم نداری. هیچ پولی نمیخواد. حتی یه پنی. باید بری پیش پلیس و مشکلتو بهشون بگی. بعد پلیس مشکلتو حل میکنه. نه سیاستمدارها و نه مجلس، نه پلیس یا هیچ دولت ایالتی فکر نمی‌کنن که قاچاق دخترهای جوان جرم اجتماعی بسیار جدیه.
قاضی ها ملزم به دستگیری قاچاقچی، صاحب روسپیخانه و پاانداز هستند. در عوض قربانی رو دستگیر میکنن و بدین شکل قربانی میشه متهم و قربانی تو زندان نگه داشته میشه. به همین دلیل قربانی ها از پلیس فرار میکنن، از نظام حقوقی فرار میکنن. به هیچ وجه نمیخوان درگیر نظام حقوقی بشن و به دادگاه‌ها اعتماد ندارن که عدالت رو در حقشون اجرا کنه. در مواجهه با شریک جرم بودن مقامات، فعالان سازمان گوریا به قربانیان کمک می‌کنند تا برای ارائه شواهد در دادگاه آماده بشن. این سازمان دادگاه‌های آزمایشی برگزار می‌کنه تا وقتی زمان دادگاه اصلی رسید، دخترها آماده باشند تا از پس مجرمین و نظام حقوقی بر بیان. توی ایستگاه قطار دیگه‌ای بودم که سر عقل اومدم. خواستم فریاد بزنم و کمک بخوام، ولی آدمربا گفت صدایی ازت در بیاد میکشمت. ازش پرسیدم اسمت چیه؟ گفت اسمم بیجش کوسواست و تو رو خریدم. از اونجا فرار کردم و پیش برادرم اومدم. همه چی رو به برادرم گفتم. وقتی برگشتم خونه شکایتم رو ثبت کردم. پلیس گفت که دروغ گفتی، شکایت نادرست ثبت کردی. مشاوره جهت کمک به قربانی‌ها برای غلبه بر شوک، احیای خودباوری و اعتماد به نفسشونه تا بتونن دوباره به جریان زندگی عادی برگردن. قاچاقچی‌ها فقط وقتی محاکمه میشن که دخترها در دادگاه آزادانه حرف بزنن. نفهمیدن معنی یک اصطلاح حقوقی جرم نیست، اما اگه جوابهای غلط بدین اون موقع پرونده خودتون رو خراب میکنین. برای نمونه لازم نیست بدونین FIR میشه شکایت دریافتی پلیس. باید از وکیلتون بپرسین و به قاضی بگید که سوال رو متوجه نمیشید. مشاهده کردیم که قربانی‌ها بعد از مشاوره ما نه فقط تونستن تو دادگاه جلوی قاچاقچیشون وایسن و محکم حرفشون رو بزنن، بلکه مستقل‌تر هم شدن. اون شوهرته. بعد از اینکه با هم دعوا کردیم تصمیم گرفتی شکایت کنی. نه آقا، حقیقت نداره. از دستش فرار کردم. من باهاش ازدواج نکردم. دیدن کمک گرفتن این دخترها خیلی دلگرم کننده است. اما هنوز دخترها و خانواده‌های زیادی در روستاهای کوچک هستند که اصلاً حمایت نمیشن. تنها هستند و آسیب پذیر. دخترت کی رفت دهلی؟ 10 سالش بود. حتی دیگه یادم نیست چند وقت پیش بود. عمش بدون اطلاع من قاچاقی بردش به دهلی. بعد از مدتی فهمیدم دخترم تو دهلیه. منی که هیچ وقت از شهرم خارج نشدم، چطوری میتونم برم دهلی دنبالش بگردم؟ من جایی رو بلد نیستم برم که. اونم دهلی که یه شهر خیلی بزرگه. چرا به کلانتری شکایت نکردی؟ رفتم ولی ازم عکسش رو خواستن. گفتم عکسش رو ندارم. گفتن پس چطوری میتونیم دنبالش بگردیم اگه عکسش رو نداریم؟ ما کاری برات نمیتونیم بکنیم. قاچاق روی همه اثر میذاره، اما بیشترین اثرش رو آسیب پذیرترین آدم هاست. قبایل دسته‌بندی شده، زمین خورده ها، مسلمان ها، کشاورزهای کوچک، کارگرای بدون زمین، زاغ نشین ها، آدمایی که در دور افتاده ترین مناطق کشور زندگی میکنن. اونا قربانی‌های طبیعی فاجعه هستند. اونا قربانی‌های طبیعی تملک اراضی و آوارگی هستند. بنابراین اونا بخش اصلی قربانیان قاچاق انسان رو تشکیل میدن. این دلیل دیگه ایه که چرا هیچ کس اهمیتی به این قضیه نمیده. چه کسی در هند بزرگ و سکولار به اقلیت‌ها اهمیت میده؟ هیچ کس. بارها و بارها به خاطر میارم که 2 هند متفاوت وجود دارد و یک هند به بهای هند دیگر در حال شکوفاییه. هیچ جا این تفاوت رو به خوبی شهر رانچی، مرکز جارکاند در شمال شرق هند نمیبینید. کوره‌های آجرپزی بیشمار اینجا، بلوک‌های ساختمانی برای ساختن آسمان خراش‌هایی در شهرهای مختلف سرتاسر هند رو تأمین میکنه. اونها تقریباً 23 میلیون کارگر استخدام میکنن که همه متعلق به طبقات فرودست هستند. این افراد به امید پیدا کردن کار همراه فرزندانشون به اینجا کوچ میکنن و خودشون و فرزندانشون تبدیل به برده‌هایی میشن که پولی در نمیارن و هر روز با خشونت مواجه میشن.
برخی از فعالان سازمان گوریا درباره یکی از این کوره‌های آجرپزی خبرهایی به گوشش رسیده. اونها برای نجات کارگرها و بچه‌ها به اونجا حمله میکنن. این لات بازیه، اون با کمربندش ما رو میزد. چرا دروغ میگی؟ عجب دروغگویی هستی. من کی شماها رو میزدم؟ اون داره دروغ میگه. بذار حرفشو بزنه. میخوای پسری رو که له و لورده کردی صدا کنم؟ به همون گفتن که $370 میگیریم، ولی وقتی سراغ پولو میگیریم کتکمون میزنن. اینطوریه. وقتی حموم میکردم به بهونه خوردن آب میومدن ازم میخواستن باهاشون برم. آره، اگه شبا میرفتم توالت دستمو میکشیدن که منو با خودشون ببرن. روزی 1500 تا آجر درست میکردیم. روزی 1500 تا آجر. هیچ پولی به همون نمیدادن. هیچ پولی به همون نمیدادن. $9 برای یه روز؟ فقط $9 واسه غذا میداد. فقط $9 برای غذا. فقط برای غذا. نه، $9 برای کل هفته. غیر از اون هیچی دیگه نمیدادن. $9 برای هفته. بله. روزی $1.25. بله. خانواده هایی که اینجا هستن به همراه بچه هایشان 6 ماه کار سخت رو تحمل کردن، اما هیچ پولی به آنها پرداخت نشده. اونا دارن دست خالی برمیگردن و چیزی برای اثباتش ندارن جز داستانهایی درباره شکنجه. گرچه به زودی فقر مجبورشون میکنه به جای دیگری کوچ کنن. مواظب باشیم. باید بگیم نه، با این وضعیت موافق نیستیم. دولت از کنارش میگذره، پلیس از کنارش میگذره، مسئولین از کنارش میگذرن، همه از کنارش میگذرن. اما به عنوان مردم معمولی، به عنوان شهروندان این کشور هممون مسئولیت داریم. این واقعاً درسته که یک هند به شکل قابل توجهی سود به دست میاره و هند دیگر بهای گزافی بابتش پرداخت میکنه. و بخشی از آن بها اینه که افراد فقیر مجبور میشن از تنها چیزشون که ارزش واقعی داره دست بکشن: زمین. هنگام سفر به زمین‌های قبیله‌ای چاتیسگار، جارکاند و اوریسا در دورافتاده‌ترین مناطق معادن عظیم زغالسنگ و نیروگاه‌های عظیم می‌بینم. آنها در اینجا ساخته شدند تا نیروی برق لازم شهرها رو برای ادامه کار کارخانه‌ها و ادارات و رشد اقتصادی تأمین کنند. این میتونست فرصتی عالی برای ایجاد شغل و کاهش فقر باشه. اما واقعیت چیز دیگه ایه. کشاورزا تو روستای ما با مشکلات عظیمی روبرو هستن. در ازای زمینتون غرامتی بهتون پرداخت شد؟ نه، حتی یه پنی. زمینامون رو از راههای بد صاحب شدن. به زور خونه هامون رو خراب کردن. ما شغلی نداریم. زنده موندن برامون خیلی سخت شده. در حالی که مشغول فیلمبرداری در یکی از معادن هستیم، یگان امنیتی معدن دستور میده اونجا رو ترک کنیم. ولی از داخل معدن فیلم نمیگیریم، بیرون معدنی. باید با تجهیزات ایمنی بیاین. بازم باید مجوز داشته باشید. نمیتونین همینجوری بیان اینجا و شروع کنین. اهالی روستایی که زمینشون ازشون گرفتیم با منن، اونا منو اینجا آوردن. خونه‌های ما رو خراب می‌کنید. اینجا فیلم برداری. باید این رو به رسانه‌ها نشون بدیم. این دوربین خاموش کن. باشه، خیلی خوب. دارم می‌بینم که روشنه. اونها تا 4 ساعت بعد ما رو تعقیب کردن. غروب همون روز با گروهی از آدمایی ملاقات میکنم که زمینشان را گرفتن و خانه‌هایشان را برای راه اندازی معدن تخریب کردن. مردم واسه پیدا کردن کار روستا رو ترک میکنن؟ بله، خیلی ها برای کار میرن بیرون روستا. هر روز برای کار 20، 30 یا 40 کیلومتر راه میرن. شرکت هیچ امکاناتی فراهم نکرده. نه برای سلامت مردم و نه برای تحصیل بچه هامون. اگه کسی بره سراغشون و کار بخواد، تهدیدش میکنن و میپرسن رو چه حسابی کار میخوای؟ مگه تو چی بلدی؟ حتی تهدیدمون میکنن که میندازنمون زندون. حتی بعد اینکه به زور زمینامون رو ازمون گرفتن، بازم برخوردشون اینطوریه. دولت طرح‌های مختلف شغلی طراحی کرده است تا روستایی‌هایی که زمین‌هاشون مشمول توسعه صنعتی شده حتماً کار داشته باشن. پس چرا هنوز کسی اینجا کار نداره؟
طرح‌های مختلف شغلی چطوری اینجا پیاده شده؟ اینجا هیچ کاری طبق برنامه دولت اتفاق نمیفته. نه جاده میسازن، نه فاضلاب، نه مدرسه درستی داریم، نه بیمارستان مجهز. 14 ماه هم هست که کار نداریم. آخرین باری که رفتی سر کار کی بود؟ بیشتر از 1 سال قبل. و تا حالا پول نگرفتی؟ نه، هیچ کس تا حالا هیچ پولی به ما نداده. دهدار توی برنامه دولت فقط به آدمای خودش کار میده. برای بقیه مردم هیچ کاری تو ده نیست. پس از کجا پول بیاریم؟ نکته رقت‌انگیزتر اینه که شکست طرح‌های دولتی مثل این باعث میشه تا این افراد در برابر وسوسه‌های قاچاقچی‌ها آسیب‌پذیرتر بشن. اگه مسئولین دولتی بی‌غل و غش باشن، اگه واقعاً به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بذارن، هرگز این نوع اتفاقا نمیفته. قوانینی هم در ارتباط با کودکان هست، اما این قوانین به خاطر مجریان فاسد اجرا نمیشه. پسرم، اینا آشغالای کیه داری میبری؟ سیاستگذاری کشورمون، اخلاقیات کشورمون، کردار و تصوری که از چشمانداز پیش رو داریم همه ناهنجاره. ما واقعا در دوران تاریک کالیوگا یا عصر آهن و گناه و فساد هستیم و آدمایی که ذات خوبی دارن همه در حال فرارن. اما دوره دیگری میرسه. واقعا معتقدم، از ته دل معتقدم زمانی میرسه که این سطح از تردید یا پاپس گذاشتن مثل یه سد میشکنه. هند در گذشته شاهد این نوع انقلابا بوده و حالا ما هم خواهیم دید. چون هیچ وقت این چنین بهره‌کشی و استفاده از خشونت علیه مردم رو که امروز میبینیم در گذشته نداشتیم. نیمه شب که فرا برسد، زمانی که جهان در خواب است، هند به سوی نور و آزادی بیدار خواهد شد. خدمت به هند به معنای خدمت به میلیون‌ها انسانی است که زجر می‌کشند. این به معنای پایان دادن به فقر و جهالت و بیماری و فرصت‌های نابرابر است. اولین نخست وزیر هند رویای هندی رو در سر داشت که در آن بچه‌ها با عشق پرورش داده میشن. آن رویا از هم پاشیده. در معدن سنگ در کوهرار الله آباد به من گفتن که بچه‌های اینجا هنوز هم برده به دنیا میان. اسمت چیه؟ لالا. چند سالته؟ نمیدونم. چند وقت کار میکنی؟ 2 یا 3 سال. دلت میخواد بری مدرسه؟ آره. صبح چه ساعتی شروع به کار میکنی؟ 8 یا 9 صبح. تا کی کار میکنی؟ تمام روز. کی پول رو میگیره؟ پدرم. از دیدن بچه‌هایی مثل لالا که هیچ چاره‌ای ندارن جز کار، اون هم کار سخت، شوکه شدم. اونا نمیدونن دنیای بیرون این معادن چه شکلیه. بیشتر این سنگ‌ها برای ساخت جاده در شهرهای ما استفاده میشه. این بچه‌ها احتمالاً هیچ وقت پا روی اون جاده‌ها نمیذارن. چرا بچه‌ای به این کوچیکی رو مجبور به کار کردی؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ پول زیادی در نمیاریم. همه درآمدمون میره واسه غذا. اگه یکی مریض بشه، همه پول خرج دوا درمون میشه. برای من روشنه که بسیاری از اتفاقاتی که در این معدن میفته مربوط به نظام طبقاتی پیچیده هنده. این خانواده‌های طبقات پایین‌تر نسل هاست که اینجا کار میکنن و همیشه زیر سلطه زمیندارهای طبقات بالاتر بودن. هنوزم توی این منطقه نظام ارباب رعیتی هست؟ بله، خیلی از زمیندارای بزرگ هنوزم رعیت دارن. پدر بزرگم پول زیادی به زمیندارا بدهکار بود. پدرم با اون بدهکاری به دنیا اومد. من سال 1967 دنیا اومدم. پدرم و پدر بزرگم باید از تولدم خوشحال می شدن، ولی زمیندارا و طبقه بالاتر خوشحال شدن.
چون یه برده دیگه به دنیا اومده بود تا براشون کار کنه. وقتی میرفتیم مدرسه بچه‌هاشون ما رو کتک می‌زدن. اون موقع بود که فهمیدم حتی با اینکه کشور آزادی به دست آورده ما واقعا آزاد نیستیم. هنوزم نظام ارباب و رعیتی وجود داره. یکی از فعالان سازمانی به نام PGS یا شورای مشترک تضمین تولید همراه مسئولان دولتی در حال نظرسنجی درباره علت مدرسه نرفتن بچه‌ها در الله‌آباده. با پیوستن به اونها خیلی زود متوجه میشم که بیشتر بچه‌های طبقات پایین‌تر که در مدرسه ثبت نام کردن درست کنار مدرسه‌ای که باید در اون درس بخونن مشغول کارن. اسمت چیه؟ سیما. مدرسه میری؟ بله. تو چه کلاسی اسم نوشتی؟ کلاس 4. 4م؟ هر روز مدرسه میری؟ بله. اینطور که به ما خبر دادن به نظر میاد هفته‌ای 2-3 روز از مدرسه جیم میشی. بله. مثل امروز که مدرسه نرفتی؟ درست میگم؟ بله. تنها این دختر نیست. به نظر دخترای زیادی مثل اون هستن. پونام هر سال در کلاس ثبت نام میشه گرچه به ندرت به مدرسه میره. تو چی؟ تو هم مدرسه نمیری؟ وقتی با مسئول دولتی رو در رو میشم جوابی نمیده. در عوض پیشنهاد میکنه که من رو پیش مدیر مدرسه ببره. من ساروش پاندی هستم از وزارت کار. این دختر تو این مدرسه ثبت نام کرده. ببینید اسمش تو فهرست هست یا نه. دختره ثبت نام کرده اما هنوزم نمیاد مدرسه. تو چه کلاسی درس میخونه؟ 6. بیا ببریمش سر کلاس. بیا فرزندم بشین. بیا. خوبه که شماها اومدین. به حمایتتون نیاز داریم. ما کاملا از شما حمایت میکنیم. حالا یه کف مرتب برای دخترمون بزنیم؟ حالا همه تشویقش کنیم؟ اینجا چی نوشته؟ فقط یه حرفشو بهمون بگو. این همون الفبای هندیه. بلدی؟ این حرف تو اسمت هست. اینو بلدی؟ ها؟ اسمش رو اینجا نوشتن. باید تو کلاس اول بشینه. باید همینجا بشینه. بله درسته. با تحقیر و ضربه‌های روحی که بچه‌های طبقات پایین‌تر مثل پونام در مدارس دولتی با اونا روبرو میشن، برام روشن میشه که چرا ترجیح میدن از مدرسه دوری کنن. به عنوان کسی که تازه پدر شده، اطمینان از اینکه دخترم بهترین تحصیلات ممکن رو داشته باشه، اولویت اصلی منه. این اولویت روستایی‌های بتیا در بیهار هم هست. اونها میدونن که تحصیل میتونه زندگی بهتری آید بچه‌هاشون بکنه. از اونجا که طبقات بالاتر اجازه نمیدن بچه‌هاشون در مدرسه روستا درس بخونن، اونها زمین خودشون رو بخشیدن تا این مدرسه دولتی موقتی رو بسازن. تو مدارس دولتی قدیمی به بچه‌های ما درس نمیدن. اونا رو از مدرسه بیرون میکنن. دخترمو بردم ثبت نام کنه اما معلم کتکش زد و نذاشت تو کلاس بشینه. چرا نذاشت تو کلاس بشینه؟ چون جزء طبقه پایین‌تر هستیم. مشکل بزرگیه. باید شکایت کنیم. شکایت کردیم ولی کسی به حرفمون گوش نمیده. وقتی میریم پیش پلیس و جریانو بهشون میگیم ما رو متهم میکنن. اگه اصرارم کنیم آدمای طبقات بالاتر میان و کتکمون میزنن. کسی میتونه اسمشو بنویسه و امضا کنه؟ نه، ما انگشت میزنیم. اگه یکی از بچه‌های ده بتونه اسمشو بنویسه و امضا کنه، کفشات رو 50 سال مفتی واکس میزنم. من به خوب بودن مردم عادی اعتقاد دارم. نه نظام حاکم یا طبقه حاکم. اونا رو دیگه نمیشه اصلاح کرد. اما به خوب بودن مردم عادی اعتقاد دارم و معتقدم که اونا هند رو به سمت تغییری لزوماً خشونت‌آمیز سوق میدن. امیدوارم به تغییرهای خوبی ختم بشه. این تغییرها با درخواست از دولت یا تقاضاهای محترمانه و غیره عملی نمیشه. فقط از راه انقلابی خشونت‌آمیز عملی میشه. هند روزی این انقلاب رو میبینه. شک ندارم. این قطعاً هندوستانی نیست که پدران ما رویای اون رو داشتن. این ننگه که بخش عظیمی از کودکان هند به جای اینکه خانواده ازشون حمایت کنه، همچنان باید پول در بیارن تا از خانوادهشون حمایت کنن.
در حالی که به خونه برمیگردم تا با دختر کوچیکم وقت بگذرونم، به این فکر میکنم که آیا اکثر ما که زندگی راحتی در شهر داریم واقعاً به اون چه در این هند دیگر اتفاق میفته اهمیت میدیم؟ هرچی نباشه ما طبقه متوسط تحصیل کرده هند و مصرف کنندگان خارج کشور محصولاتشون هستیم که اجازه میدیم بردگی کودکان در میان ما دوام داشته باشه و رشد کنه. اما این لکه‌ای بر تمدن ماست و حالا در قرن 21 وقتشه که به اون خاتمه بدیم.